سلام، اینجا استودیوی یقین است و من مجیب سلطانی هستم با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما. امروز 14 میزان سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 6 اکتبر سال 2022 میلادی. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید پرواز شرکت‌های خارجی به فرودگاه‌های افغانستان افزایش یافته است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت افزوده تسهیلات لازم برای شرکت‌های هوایی خارجی در فرودگاه‌های افغانستان فراهم شده است و خدمات نیز بر اساس معیارهای بین‌المللی ارائه می‌شود. وی همچنان افزوده اخیراً پروازها از افغانستان به برخی از کشورهایی که متوقف شده بود اثر گرفته شده و پروازها به قطر، مسکو، امارات متحده عربی و چین نیز افزایش یافته که در آینده نزدیک به ارومچی نیز پروازهای خواهیم داشت. به اساس گفته‌های این وزارت روزانه بین 50 تا 100 پرواز از فضای افغانستان صورت می‌گیرد که تأثیر چشمگیری بر افزایش عواید این وزارتخانه داشته است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اعلام کرد برای استخراج 8 معدن قراردادهای به امضا خواهد رسید. اسمت برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امارات اسلامی افغانستان اعلام کرد طی ماه آینده برای استخراج 8 معدن در ولایت‌های هرات و غور قراردادهای امضا خواهد شد. وی افزود پیشنهادهای شرکت‌های داخلی و خارجی برای معدن آهن غوری نیز دریافت شده که به زودی با شرکت برنده قرارداد آن به امضا خواهد رسید. آقای برهان گفته که برای استخراج این معادن 250 پیشنهاد دریافت شده که در حال بررسی است و اظهار داشته که در حال حاضر حدود 180 پروژه بزرگ و کوچک فعال شده است. یک کارخانه آفت‌زدایی فرآورده‌های کشاورزی در پارک صنعتی کابل گشایش یافت. مسئول این کارخانه میگوید که $1 میلیون سرمایه‌گذاری کرده و پس از این تمام فرآورده‌های کشاورزی افغانستان با کیفیت بهتر و هزینه کمتر به بیرون از کشور صادر خواهد شد. مجیب الله مومن مسئول این کارخانه میگوید تجاران خارج از کشور با هزینه بالا و با سپری شدن وقت در گمرک فرآورده‌هایشان را آفت‌زدایی می‌کردند، اما حالا عین خدمات خوشبختانه در داخل کشور و با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام می‌شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهایش به افغانستان را تا 1 ماه دیگر اثر می‌گیرند. مسئولان این وزارت میگویند که شماری از شرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز برای از سرگیری پروازها به افغانستان علاقمند هستند. غلام جیلانی وفا معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی با تاکید بر اینکه تمامی شرایط پروازهای بین‌المللی در میدان هوایی کابل فراهم شده است میگوید که همکنون روزانه 30 پرواز به داخل و بیرون از کشور انجام می شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت امارات اسلامی میگوید که برای بازگشت کنندگان به افغانستان سرپناه اعمار می کند. وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت امارات اسلامی افغانستان امروز اعلام کرد که 5 تفاهمنامه همکاری را غرض اعمار سرپناه با سکتورهای خصوصی امضا کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس تفاهم‌نامه‌های یاد شده مؤسسه اسلامیک ریلیف در هرات برای 642 خانواده سرپناه اعمار می‌کند. و در خبر مرتبط یک هیئت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارات اسلامی افغانستان جهت رسیدگی به مهاجرین افغان به ایران سفر می‌کند. قرار است به زودی یک هیئت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای بحث در مورد وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور به ایران سفر کند که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها سید حسین مرتضوی معاون سفیر ایران در ملاقات با آقای حقانی گفته است که در این اواخر شمار هنگفتی از مهاجرین افغان به ایران رفته و باید دو کشور در این باره هماهنگی داشته باشند. تمدید ترانزیت مواد نفتی به افغانستان از سوی ایران. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از موافقت مقامات تهران با تمدید ترانزیت گازوئیل به افغانستان به مدت 4 ماه خبر دادند. محمد مهدی جوانمرد مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفته که با توجه به درخواست مکرر مقامات حکومت امارات اسلامی افغانستان برای کمک ایران در تامین سوخت مورد نیاز در افغانستان ترانزیت گازوئیل و فرآورده‌های نفتی از ایران را به مدت 4 ماه دیگر به افغانستان تمدید کرده است. آقای جوانمرد خلق ثروت در افغانستان و گسترش صنایع در این کشور را از اولویت‌های دولت ایران برشمرد و تاکید کرد کیفیت بالا و قیمت مناسب کالای ایرانی این جذابیت را برای طرف افغانستانی ایجاد کرده است تا در پی تأمین نیازهای بازار داخلی خود از سوی ایران باشد. کمیسیون اقتصادی حکومت امارات اسلامی افغانستان میگوید در نشستی به ریاست عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی این کمیسیون در مورد کنترل قیمت مواد سوخت در زمستان پیشرو بحث صورت گرفته است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه گفته است که در این نشست تصمیم اتخاذ شد که به منظور حل مشکلات شهروندان در زمستان پیشرو به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داده شد تا چوب‌هایی که قبلا از جنگلات نورستان، کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا و پکتیکا قطع شده است اجازه ورود به بازار را بدهند. در همین حال به وزارت‌های معادن و پترولیم، مالیه و شارولی کابل وظیفه سپرده شد که طرح کنترل قیمت زغال سنگ را برای زمستان پیشرو تهیه و به نشست بعدی ارائه کنند.
گفتنی است با افزایش قیمت مواد سوختی در هفته‌های اخیر، شهروندان از مسئولان اداره‌های مربوطه می‌خواهند که در این زمینه پلان‌های موثری روی دست داشته باشند. این بود رویدادهای خوب یک هفته اخیر که تقدیمتان شد. برایتان پیشنهاد می‌کنیم تا برای اطلاع از تازه‌ترین و موثق‌ترین رویدادهای روز ما را در صفحات مجازی با نام یقین میدیا دنبال کنید. تا هفته بعد و رویدادهای خوب یک هفته بعد، بدرود.